سلام، اگه رشته‌ت معماریه و نمیدونی چه سیستمی رو باید برای خودت انتخاب بکنی تا پروژه‌تو باهاش انجام بدی، ادامه ویدیو رو ببین تا راهنمایی. خب گام اول برای اینکه ما بتونیم سیستم مورد نیازمون رو انتخاب بکنیم اینه که ما بشناسیم که توی چه حوزه‌ای می‌خوایم فعالیت بکنیم توی معماری. از اونجا که کلاً سیستم تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده و روز به روز معماری با گذشته متفاوت‌تر شده و کلاً سیستم شرکت‌ها متفاوت شده، سیستم پروژه گرفتن متفاوت شده و سیستم پروژه انجام دادن کاملاً متفاوت شده، ما اول باید مسیرمون رو انتخاب بکنیم که توی چه حوزه‌ای توی این رشته می‌خوایم فعالیت بکنیم. حالا حوزه‌های مختلفی وجود داره. اینکه ما می‌خوایم CG آرتیست بشیم، ما می‌خوایم فاز 2 کار بشیم، یعنی ارائه دیتیل‌های اجرایی انجام بدیم، نقشه بردار باشیم یا مدیر پروژه باشیم و هزاران موقعیت شغلی که توی معماری به وجود اومده. ولی خب در گذشته اینجوری بود که هر کس که برای مثال یه پروژه میگرفت تنهایی کل اون پروژه رو از نقشه تا اجراش خودش انجام داد. ولی خب الان پروژه ها گسترده تر شده و علمی تر شده. پس درست اینه که هر کس توی اون قسمتی که نقطه قوتی توش داره فعالیت بکنه تا به صورت تیمی بتونیم یه پروژه رو به بهترین شکل ممکن انجام بدیم. بعد از اینکه مشخص کردیم که توی چه حوزه‌ای از رشته معماری می‌خوایم فعالیت بکنیم، وقتشه که پیدا بکنیم نرم افزارهایی که مرتبط با اون رشته است. و اینجوریه که هر حوزه‌ای که بخوایم فعالیت بکنیم کلی نرم افزار ساخته شده براش که بتونه کار ما رو انجام بده و هر کدوم ویژگی‌های متفاوتی دارن. میتونم بهتون معرفی بکنم که کدومشون بهترن، کدومشون بدترن، ولی ترجیح میدم توی این ویدیو این کار نکنم چون متناسب با هر شخص نرم افزار متفاوتی وجود داره. پس بهتره که ویژگی‌های شما رو بدونم، بعد بیام بهتون مشاوره بدم که کدوم نرم افزار برای کار شما بهتره. و متناسب با همون نرم افزارها سیستم رو هم میتونم بهتون بگم، چون که دقیقاً قطعات و شاخصه‌های لازم برای هر سیستم متناسب با نرم افزاریه که داخل اون قراره ما ازش استفاده بکنیم. پس این موضوع رو اگر سوالی در رابطه باش دارید بهم پیام بدین تا بتونم بهتون کمک بکنم که بهترین نرم افزار رو برای کارتون و بهترین سیستم رو نسبت به بودجه‌تون تهیه بکنید. سیستم کامپیوتر از یه سری از قطعات تشکیل شده که ما برای اینکه حالا توی هر حوزه‌ای که داریم کار می‌کنیم و به کامپیوتر احتیاج داریم و می‌خوایم کامپیوتر بخریم، بهتر اینه که حداقل یه اطلاعات عمومی در مورد این قطعات داشته باشیم و بدونیم هر کدوم برای چه کاری ساخته شده و اینکه به چه درد ما می‌خوره. پس حالا من یه توضیح کوتاهی در مورد هر قطعه بهتون میدم. اولین قطعه‌ای که هست در مورد CPU. CPU یا همون Central Processing Unit سیستم پردازش مرکزی کامپیوتر هستش که هر اتفاقی که داخل کامپیوتر انجام میشه دستورالعمل‌هایی که اتفاق میفته رو مدیریت میکنه و حالا عامیانه‌تر بخوام بهتون بگم بهش میگن مغز کامپیوتر. قطعه بعدی مادربرد کامپیوتر هستش که مهمترین و اصلی ترین قطعه کامپیوتره، چرا که قطعات دیگه روی مادربرد نصب میشه و ارتباط بین اونها از طریق مادربرد انجام میشه. پس اگر مادربرد نباشه ارتباطی وجود نداره و کلا ما سیستمی نداریم. رم یا رندوم اکسس مموری حافظه موقت سیستمه که هر فعالیتی که داخل سیستم در حال پردازشه رو نگه میداره داخل خودش. بخوام آسان‌تر براتون توضیح بدم اینجوریه که همه ما با نرم افزارهای کار کردیم که داخل اونها از کنترل زد استفاده کردیم و یکی از فعالیت‌های کارآمد همیشه برامون بوده. اینجوریه که ما وقتی که توی یک حالا نرم افزاری آندو یا ریدو انجام میدیم، این هر فعالیت که قبلش انجام دادیم داخل حافظه رم میمونه و برای ما نگه میداره تا ما بتونیم برگردیم به حالت قبلی یا دوباره برگردیم به همون حالتی که داخلش بودیم. دقیقاً کاری که برای ما رم انجام میده دقیقاً همین کار داخل سیستم. GPU یا گرافیک پروسسور یونیت پردازنده گرافیکی سیستمه که بخوام خلاصه بهتون بگم اینجوریه که همه اتفاقایی که داخل سیستم داره میفته و اطلاعات که در حال رد و بدل شدن هستش بین قطعات رو به صورت گرافیکی روی مانیتور به ما نمایش میده. هر چقدر که سرعت پردازنده های گرافیکی سیستم بیشتر باشه کیفیت تصویر ما هم همیشه بهتره.
آخرین قطعه هم قطعه هارد دیسک هستش که دیگه فکر میکنم همه باهاش آشناییت دارن و اینجوریه که حافظه سیستم هستش و هر چیزی که ما میخوایم داخل سیستم ذخیره بکنیم داخل هارد دیسک ذخیره میشه که دسته‌بندی‌های مختلفی داره. دو دستش خیلی رایجه، SSD و HDD که SSD سرعت بالاتری داره و HDD هم که خب به خاطر قدیمی تره قطعه بزرگتریه و سرعت پایینتری هم داره و قطعات دیگه ای هم هستش داخل سیستم مثل موس، مانیتور و کیبورد که اینا کاملا سلیقه‌ایه و کاملا بستگی به بودجه داره. دیگه فکر نمی‌کنم احتیاج به توضیح داشته باشه. خب بچه‌ها، یکی از مسائلی که دوباره در مورد خرید سیستم به وجود میاد اینه که لپتاپ بگیرم یا PC بگیرم. این جواب مشخصی نداره که یکی از این دوتا رو بخوام بهتون بگم، ولی میتونم راهنماییتون بکنم. اینه که شما جفتش رو احتیاج دارید. لپتاپ برای ارائه پروژه‌هاتونه و PC برای انجام پروژه‌هاتونه. حالا باز بسته به شغل شما اگر که میخواین طراحی بکنید و مدل سازی بکنید و رندر بگیرید، یعنی فعالیت‌های سنگین میخواین انجام بدید، قطعاً به PC احتیاج دارین. یعنی با لپتاپ نباید این کارها رو انجام بدید به دلایل متعددی که وجود داره. دلایلی که هست اینه که لپتاپ به دلیل اینکه قطعاتش خیلی فشرده است و به هم نزدیکه و فن‌های زیادی نداره، هر چند که لپتاپ گیمینگ باشه و هر لپتاپ دیگه‌ای باشه، توی پروژه‌های سنگین که زیاد بهش فشار میاد قطعاتش داغ میشه و داغ شدن قطعات دقیقاً چیزیه که باعث میشه لپتاپ شما خراب بشه. یعنی قطعاتتون زودتر خراب بشه و زودتر به مشکل بخوره و شاید کار شما یه موقع بمونه باهاش. و ترجیحاً اینه که شما اگر بودجهش رو دارید و دارید یه لپتاپ خیلی گرون تهیه می‌کنید، با اون بودجه PC تهیه بکنید، خیلی بیشتر به کار شما میاد برای فعالیت‌های طراحی، یعنی کارهای مدل سازی سنگین و کارهای رندرینگ. ولی برای ارائه پروژه‌هاتون قطعاً به لپتاپ احتیاج دارید و دوباره برمیگردیم به مسئله قبلی که من بهتون گفتم، این که بسته به رشته شما داره و حوزه فعالیت شما داره. اگر توی کارهای مدل سازی و رندرینگ و کارهای پرفشار برای سیستم نیستید، قطعاً همون لپتاپ به کارتون میاد. ولی اگر فکر میکنید که میخواین CG آرتیست باشید یا یه سری پروژه‌های سنگین انجام بدید، حالا با نرم افزارهای مختلف، حتی نرم افزارهایی که باهاش فاز 2 و دیتیل‌های اجرایی میدن، اگر میخواین این کار بکنید، اگر بودجه‌ای دارید که در حدیه که بتونین باشه PC تهیه بکنید، به نظر من اول PC رو تهیه بکنید، بعد به فکر لپتاپ باشید. ولی خب بازم تاکید میکنم که جفتش رو احتیاج دارید. وقتی که رشتم معماری، مکبوک بیشتر به دردم میخوره یا ویندوز؟ که خیلی ها جوابشون اینه که حتما باید سیستم عامل ویندوز رو استفاده بکنین، چون به خیلی دلایل بهتره و کار کردن باش راحت‌تره. ولی خب به نظر من این موضوع کاملا اشتباهه. یعنی ما صرفا نمیتونیم بگیم ویندوز بهتره و صرفا هم نمیتونیم بگیم مکبوک بهتره. ولی همونطور که گفتم که اگر که ما حوزه فعالیتمون رو مشخص بکنیم، میتونیم به این نتیجه برسیم. چرا؟ به خاطر اینکه برای فعالیت طراحی و برای کاری مثل مدل سازی، مثل رندرینگ و نرم افزارهای در رابطه با این موضوع، مکبوک کلا سیستم پردازنده‌اش متفاوته و پردازنده‌اش همخونی نداره با این موضوع و ترجیحاً اینه که شما بیاین از سیستم ویندوز استفاده بکنید، چون خیلی راحت‌تره کارتون، از نصب کردن برنامه‌ها گرفته تا حتی کار کردن و رندر گرفتن و موارد دیگه. کلا سیستم عامل مک همین موضوع رو داره و برای این کار نیست و سیستمی که براش ساخته شده برای این موضوع ساخته نشده و صرفاً نرم افزارهایی هم برای این موضوع نداره. و بهترین حالت استفاده از سیستم عامل مک اینه که نرم افزار خودش استفاده کنیم. مثلا کسایی که آهنگسازی انجام میدن از همون برنامه آهنگسازی مک و برنامه‌هایی که توی مک برای این موضوع ساخته شده استفاده میکنن و خیلی جواب میده بهشون. ولی در رشته معماری و در بخش طراحی که شما بخواید با نرم افزارهای مدل سازی و نرم افزارهای رندرینگ کار بکنین، این موضوع کاملا اذیت کننده است و فکر نمی کنم کسی خیلی موفق بوده باشه توی این زمینه. ولی مکبوک توی حوزه‌های دیگه معماری به درد می‌خوره. یعنی شما اگه مدیر پروژه باشی، اگه تو بخش تحقیقاتی کار بکنی و هزاران پوزیشن شغلی دیگه، خیلی میتونه به درد شما بخوره. الان هم که کلا یه سری از سیستم‌های رندرینگ و یه سری از سیستم‌های طراحی با هوش مصنوعی به صورت آنلاین شده که دیگه کلا فشاری به سیستم شما نمیاره و کلش روی حجم اینترنت تاثیر داره.
و اینکه پس اینجوری نیستش که مک به درد نخوره. مک به درد میخوره، ولی برای اون کاری که گفتم ویندوز قطعاً توصیه میشه، ولی مکبوک برای کارهای دیگه. پس اگر آدمی مکبوک دوست داره و حوزه فعالیتش توی معماری مرتبط با مدیریت، تحقیقات و حوزه هایی که احتیاج به مدل سازی و رندرینگ خودش نداره که نخواد خودش بشینه پشت سیستم این کار رو انجام بده، قطعاً مک پیشنهاد میشه اگر دوست داره. و کاملاً مک و ویندوز یه بحث سلیقه‌ایه، چون کاملاً با هم در رقابتن و اینکه نمیتونیم بگیم کدوم بهتره، ولی خب هر کدوم ویژگی خودشون داره. ولی اینجوری نیستش که آدم نتونه مک بخره. خب در انتهای این ویدیو من یه فرمولی رو براتون میذارم که اگر به تک تک شاخصهای این فرمول عمل بکنید، قطعاً بهترین سیستمی که متناسب با کارتون هست رو پیدا میکنید. فرمول به این صورته که ما اول بشناسیم که توی چه حوزه‌ای از رشته معماری میخوایم فعالیت بکنیم. حوزه رو که شناختیم، بریم نرم افزارها رو بشناسیم که در واقع این خلاصه صحبت هامه. نرم افزارها رو بشناسیم که بدونیم چه نرم افزارهایی بیشتر به کار ما میاد و حالا خودمون بیشتر دلمون حقیقتش اینه که با کدوم هستش. نرم افزار رو که شناختیم، شاخصهای کامپیوتر رو بدونیم که هر کدوم از قطعات کامپیوتر چه فعالیتی انجام میدن و چه جوری قراره به ما کمک بکنن تا بتونیم بهتر قطعات رو انتخاب بکنیم برای نرم افزار مورد نظرمون. مورد بعدی اینه که بودجه‌مون رو تعیین بکنیم، ببینیم چقدر بودجه داریم. و اینکه در آخرین مرحله اینه که بعد از دیدن این ویدیو هم سعی کنید که موقع خرید سیستم با افراد متخصص، یعنی حالا کسایی که خودشون این کار رو حالا فروشش رو انجام میدن، چه در زمینه معماری چه در زمینه‌های دیگه، مشورت بکنید تا طبق اطلاعاتی که دریافت کردید از این ویدیو با مشورت‌های اونها یه تطبیق بدید، بدونید که خودتون چجوری باید انتخاب بکنید که به بهترین شکل انتخاب بکنید. در نتیجه به اون سیستمی که میخواین قطعاً میرسین. فقط مسئله‌ای که هست، هیچ وقت فراموش نکنید سیستمی که میگیرید قابلیت ارتقا داشته باشه. یه سری از قطعات سیستم باید قابلیت ارتقا داشته باشه و اینجوری نباشه که شما تا 3، 4 یا 5 سال آینده مجبور باشید یه سری از قطعات رو عوض بکنید. ترجیحاً اینه که اگر حالا سیستم کاریتون تغییر کرد بتونید اونا رو ارتقا بدید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید و امیدوارم که تونسته باشم تا حد امکان بهتون بهترین مشاوره رو داده باشم. باز هم اگر احساس کردید احتیاج به مشاوره یا سوالی داشتید میتونید بهم پیام بدید. کاملا سعی میکنم راهنماییتون بکنم در حوزه خودتون.